یه جدال حساس، یه دربی پر از نوستالژی. میلان بزرگ در برابر اینتر قدرتمند این روزها. دربی دلا مادونینا، کی برنده میشه؟ سلام، من مرتضی. سلام، منم فائزم. امروز قراره یه بازی خیلی خاص رو براتون شبیه سازی و پیش بینی کنیم. دربی شهر میلان، یه بازی بزرگ بین آس میلان و اینتر میلان. جایی که اینتر علاوه بر اینکه به دنبال صدرنشینیه میخواد انتقام فینال سوپرکاپ رو هم بگیره. یادتون هست که میلان با یک کامبک جذاب تونست برنده سوپرکاپ بشه. آس میلان در دو دربی آخر برنده شده به اندازه 13 دربی قبل از اون. روسانری میتونه برای اولین بار بعد از سال 2011 3 پیروزی پیاپی در دربی داشته باشه. در بین 8 تیم برتر جدول فعلی سری آ، میلان تنها 5 امتیاز به دست آورده، کمتر از هر تیم دیگری. از 7 دربی آخر از زمان سرمربیگری اینزاگی در اینتر 3 برد برای هر تیم بوده و یک بازی هم به تساوی رسیده. جالب اینه که بدونید اینتر همیشه تو نیمه اول گل زده. در سری آ اینتر در 70 بازی مقابل آس میلان برنده بوده و 259 تا گل به این تیم زده، بیشتر از هر تیم دیگه‌ای تو رقابت‌ها. همچنین اینتر در 7 بازی خارج از خانه اخیر خود هیچ گلی نخورده و 23 تا گل هم به ثمر رسونده. احتمالاً کنسساو با ترکیب 4-2-3-1 به مصاف اینتر بره. باید ببینیم میتونه بازی نیمه دوم سوپرکاپ رو تکرار کنه. از طرفی هم میلانی ها به تئو و لیو امید زیادی دارن که ببینن باز هم میدرخشن یا میتونن براشون گلزنی کنن. احتمالاً اینزاگی با ترکیب 3-5-2 خاص خودش و 2 بک روندش دیمارکو و دومفریز پا به این میدون بذاره تا بتونه برنده این دربی باشه. باید بدونیم احتمالاً ما آچربی رو تو این بازی نخواهیم دید، ولی از طرفی هم امید داریم که تارمی تو نیمه دوم بتونه برای اینتر باز هم گلزنی کنه، چون ما احتمال میدیم تورام و مارتینز خط حمله اینتر رو تو این بازی تشکیل بدن. ما برای اینکه پیشبینی دقیق‌تری از نتیجه بازی داشته باشیم اومدیم 10 بازی بین دو تیم رو با FC25 شبیه سازی کردیم. ما تو این شبیه سازیمون سعی کردیم چیدمان بازیکن‌ها، نحوه حرکتشون و نقششون تو زمین رو به بهترین شکل ممکن شبیه سازی کنیم تا به پیشبینی بهتری برسیم. قبل از اینکه نتایج بازی‌ها رو با هم ببینیم، اگر از ویدیو ما خوشتون اومده ویدیو ما رو لایک کنید و برای دیدن پیشبینی بازی‌های فوتبال کانال ما رو سابسکرایب کنید. داریم نتایج 10 بازی رو تصویر می‌بینیم. دربی‌های پرگلی رو شاهد هستیم. با توجه به نتایج کف ترازو کمی به سمت اینتر بوده و بهترین پیروزی که دو تیم مقابل هم داشتن 3-1 بوده. بازی ها نزدیک به هم بوده ولی در بیشتر بازی ها برنده داشتیم. در واقع هر چقدر مهاجم خوب عمل کردن به نظر مدافع اصلا روز خوبی نداشتن. میانگین آمار دو تیم توی این 10 تا بازی رو بخوایم بررسی کنیم، توی 40% از بازی ها اینتر برنده بوده و 30% هم برنده بازی میلان بوده. میانگین مالکیت توپ برای دو تیم توی این 10 بازی حدوداً برابر بوده و تیمی برتری نداشته. میانگین گل به ثمر رسیده برای دو تیم توی این 10 بازی 1.7 به 1.9 به نفع اینتر بوده. همچنین اینتر با 4.8 شوت به سمت دروازه تونسته حدوداً 4 شانس گل ایجاد کنه، اما میلان از 4.3 میانگین شوت حدوداً 3 شانس گل ایجاد کرده. خب نتایج بازی‌ها رو با هم دیدیم و آمار بازی‌ها رو بررسی کردیم. تو شبیه سازی ما بازی‌های پرگلی رو شاهد بودیم. باید ببینیم تو واقعیت هم این اتفاق میفته. فایزه، پیش‌بینی تو از نتیجه بازی چیه؟ توی شبیه سازی ها مهاجم‌های هر دو تیم به خوبی گلزنی کردن. انتظار من اینه که بازی پرگلی باشه، اما اینتر رو کمی برتر میدونم. به نظر من 3-2 به نفع اینتر. نظر تو چیه؟ با موافقی؟ من مثل همیشه به نتایج شبیه سازی اعتماد میکنم. اینتر برتری نسبی داشته و تقریبا تو هر بازی 2 گل رو به ثمر رسونده. ولی از طرفی هم میخوام بازی‌های قبلی بین دو تیم هم در نظر بگیرم. بازی‌های پرگلی رو با هم دیگه داشتن. منم پیش بینیم از نتیجه بازی 3-2 به نفع اینتره. شما هم میتونید پیش بینی خودتون از نتیجه بازی تو کامنت ها بهمون بگید. اگر از ویدیو ما خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و برای دیدن شبیه سازی و پیش بینی بازی‌های فوتبال کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ ویدیو رو از دست ندید. به زودی می‌بینیمتون.
فعلا. فعلا.